تصور کن شب بخوابی و فردا صبح بفهمی یه زن حامله رو زنده دفن کردن چون یه نفر به خاطر حسادت بهش تهمت زده بود. فکر میکنی داستان تموم شده؟ یه زن باردار وسط یه روستای کوهستانی با تهمتی که هیچ کس بررسیش نکرد زنده دفن میشه. 3 روز بعد از زیر خاک صدای گریه یه نوزاد میاد. ولی کسی که بچه رو به دنیا آورده مرده بوده. از اون شب به بعد هیچ کس توی روستا جرئت نمیکنه اسمشو بلند بگه و هر سال درست همون شب یکی دیگه ناپدید میشه. فقط یک نفر میدونه واقعا چی شده. اون بچه‌ای که از دل قبر به دنیا اومده. بمون با من چون این داستان قراره تا ته وجودتو بلرزونه. و برای حمایت از ما حتما لایک رو بزنید و اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. در دل کوهستان‌های شمال روستایی بود به نام گردمه. مردمش ساده دل اما زباندار بودن. روستای خاموش با کوچه‌های خاکی و بوی علف‌های باران خورده. مردمش ساده بودن اما گوش و دهانشان همیشه بیدار بود. در همین روستا زنی میزیست به نام نازگل. زنی زیبارو، آرام و پاکسرشت که دل خیلی ها را برده بود. اما دل خودش فقط برای یکی میتپید، یوسف جوانی زحمتکش، خوشنام، نجیب و عاشق پیشه بود. وقتی با نازگل ازدواج کرد، روستا تا چند شبانه روز چراغانی بود. کسی نبود که لبخندشان را نبیند و نگوید خدا از چشم حسود دورشون کنه. اما چشم حسود همیشه وجود داشت. زنی به نام شهلا که روزگاری دل در گروه یوسف داشت حالا با نفرتی در دل به نازگل نگاه میکرد. شهلا زنی تلخ زبان و پرکینه بود. هیچ کس با او سر سازگاری نداشت و همین آتش درونش را شعله برتر کرده بود. آن دو سالها در کنار هم خوشبخت زندگی میکردند و همه به خوشبختیشون غبطه میخوردن. وقتی نازگل باردار شد خوشبختیشون کامل شد تا اینکه روزی یوسف برای کار مهمی راهی شهر شد و قرار بود 2 هفته‌ای نباشه. درست در همین زمان شهلا با نیرنگ زهرآلود شایعه‌ای ساخت. گفت نازگل را شبانه با مرد غریبه‌ای دیده. گفت دلش جای دیگه ایه و داره به یوسف خیانت میکنه. شایعه مثل سم در رگ‌های روستا پخش شد. مردم نمیخواستن باور کنن اما حسادت و بدگمانی زهر خودش رو ریخته بود. مردان ریش سفید که همیشه زیر سایه خوشنامی یوسف حسادت میکردن شبانه در غیاب یوسف به خانه نازگل رفتن. نازگل که شکمش سنگین بود التماس میکرد، قسم میخورد، گریه میکرد اما باورشان را از دست داده بودند. گفتند برای حفظ آبروی روستا باید پاک شوی و همان شب بی صدا در دل تاریکی اونو به قبرستون بردند. جایی متروکه و کهنه پشت تپه های سنگی زیر نور ماه گودالی کندن. آخرین کلمات نازگل در حالی که خاک روی صورتش ریخته میشد زمزمه ضعیف یوسف من بیگناهم. کسی او رو ندید، کسی گریه نکرد، فقط مادر بزرگ کوری که در خانه قدیمی زندگی میکرد گفت که نیمه شب صدای گریه‌ای شنیده. گفت که ماه کامل بوده و بوی خون در باد پیچیده. 3 روز گذشت. در این مدت سگ‌های ده به قبرستان نزدیک نمی شدن. شبها صدای کلاغ و جغد و ناله‌ای مرموز در تپه ها پیچیده بود. مردم نمیخواستند بپرسند، نمیخواستند بدونند. اما صبح روز 4 چوپانی به نام عزیز که گلش را از پشت تپه میگذراند صدای عجیبی شنید. چیزی شبیه گریه نوزاد اما ضعیف، خفه و دلخراش. از ترس اول ایستاد. بعد که صدا ادامه یافت قدم به سمت صدا برداشت. کنار یکی از قبرها صدایی از زیر خاک می اومد. با دستانش خاک رو کنار زد. بیل نداشت، فقط انگشتانش رو در دل خاک فرو کرد. و آنجا دید که از سینه سرد زنی بیجان نوزادی به دنیا اومده. تازه متولد اما زنده، نالان و خونالود. عزیز همونجا گریهش گرفت، بچه رو در آغوش گرفت و به روستا برگشت. همه شوکه شدند. سکوتی سنگین بر ده سایه انداخت.
چند زن به پای عزیز افتادند، اما او فقط گفت نازگل با بیگناهیش مادر شد. شما چی بودید؟ قاتل؟ وقتی یوسف برگشت و ماجرا رو شنید اول حرفی نزد. فقط رفت به خانه‌اش، لباسهای نازگل رو بغل کرد و آن شب خودش رو در چاه خانه‌اش انداخت. فردا صبح جنازه‌ش رو بالا کشیدن، اما عزیز چوپان ساده بچه رو نگه داشت و نامش رو ماهدیس گذاشت. گفت تو از خاک به دنیا اومدی، اما نوری توی چشماته که هیچ کس نمیتونه خاموشش کنه. ماهدیس بزرگ شد با نگاه‌های خاص، ساکت و عمیق. هیچ وقت نمیخندید، اما گاهی شبها کنار قبر مادرش میرفت و زمزمه میکرد. اما قصه نازگل تموم نشده بود. از اون شب به بعد هر سال در شب دفن نازگل در قبرستان صدای ناله زنی میومد. شهلا 1 سال بعد دیوونه شد. هر شب فریاد میزد داره از خاک نگاهم میکنه، داره بچه‌شو نشونم میده. تا اینکه روزی گم شد. فقط ردی که از جاهای پاش مونده بود که تا قبر نازگل میرفت و بعدش هیچ. کسی شهلا رو ندید دیگه، اما روی سنگ قبر نازگل انگشتان خونی کشیده شده بود. انگار دستی از خاک بیرون اومده، کسی رو کشیده باشه. صبح روز بعد روی سنگ قبر نازگل نوشته‌ای با ناخن کنده شده بود. حقیقت خاک نمیشه، حتی اگه دفنش کنی. و دیگه هیچ کس شهلا رو ندید. ممنون که تا پایان یکی دیگه از ویدیوهای کانال اسرار الهی با ما همراه بودید. لطفاً برای حمایت از ما کلمه الله رو کامنت کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای کانال اسرار الهی مطلع میشید.